کسانی که به زنان ظلم و ستم می کنند و حقوقشان را پایمال می کنند فراموش نکنند که زنان یک دادرس و حق ستان دارند که انتقام و حقشان را البته می ستاند و به سختی ظالمان را مجازات می کند و آن الله مقتدر و تواناست. در چند جای قرآن خداوند بر ظالمان وعیدهای سختی فرمودند که عاقبت آن خیلی خطرناک می نماید. برادر عزیز، پیش از آن که به همسرت ظلم و ستم می کنی و یا با سخنان ناسزایت او را می رنجانی فراموش نکن که این رفتار تو بی جزا نمی ماند. همسرت خواهر یا دختری کسی است که با این رفتار خود دل آنها را می رنجانی. پس دیگران هم با دختر یا خواهرت چنین رفتار را البته می کنند و دل تو را می رنجانند. پس مواظب رفتار خود باش. غریبی غربت شام و یمن نیست، غریبی دوری از شهر و وطن نیست، غریبی کنج لحد و زیر خاک است که آنجا جز من و اعمال من نیست، که آنجا جز من و اعمال من نیست.